روش بعدی برای تایید تراکنش ها که جز روش هایی که خیلی مورد استفاده قرار میگیره و الان هم از روش های کسب درآمد در حوزه ارزهای دیجیتال محسوب میشه، روش POS. روش POS از تقریبا سال 2012 استارتش خورده شد و اولین کوینی که به روش POS اومد و تایید تراکنشاش رو ایجاد کرد پیر کوین بود. در روش POS یا پروف آف استیک یا تایید از طریق اثبات سهام، هر تایید کننده، ببینید ما توی روش POW به تایید کننده ها میگفتیم ماینر یا استخراجگر، در روش POS بهشون میگیم فورجر یا تایید کننده. هر تایید کننده باید بیاد چیکار بکنه؟ در شبکه دارایی رو داشته باشه. یعنی مثلا اگر پیر کوین میخواد استیک بکنه یا مثلا میخواد ترون رو استیک بکنه یا مثلا میخواد استلار رو استیک بکنه، باید دارایی اون کوین رو بخری، یعنی باید استلار بخری یا ترون TRX رو بخری یا باید بره پیر کوین بخره و بابت اون خرید کوین بیاد و سهامی رو دریافت کنه و به ازای دریافت سهام اون توکن هاش حالا توی سیستم های مختلف متفاوته، در یه سری از سیستم ها میاد قفل میشه اون دارایی و به صورت وجه الزمانه برای تایید بلاک ها این فعالیت رو میتونه انجام بده و وقتی تایید بلاک ها رو انجام داد، بابت تایید بلاک ها بهش چی میدن؟ پاداش میدن. ببینید دوستان، من اینجا یه عکسی گذاشتم. توی روش POW مثل یه معدنی رو گذاشتیم که یه معدنکاری داشت کار انرژی مصرف میکرد و بابت اون انرژی داشت کسب درآمد میکرد. یک دفعه گفتیم کسب درآمد از چه طریقیه؟ از طریق پاداشیه که توی سیستم داره آزاد میشه یا ریلیز میشه. در روش POS اینجوری نیست. اینجا یه کیک رو من گذاشتم که چند بخش شده و هر کسی میاد اون بخش خودش رو بر میداره. ببینید دوستان، این افرادی که دور این کیک هستن و هر کدوم دارن اون بخش خودشون رو یا اون قسمت خودشون رو برمیدارن، افرادی هستن که همه با هم پولی رو گذاشتن، اون کیک رو تهیه کردن و اون کیک رو حالا بر اساس پولی که دارن، اینا فکر کنید حالا این افراد کسایی که همه به یه اندازه پول گذاشتن، بر اساس اون پولی که گذاشتن اون تکه کیکشون که همون پاداش از سیستم هست رو دارن برداشت میکنن. تو روش POS دقیقاً مشابه این عکس کار میکنه. یعنی افراد میان پول میذارن، اون کوین خاص رو میخرن، اون کوین رو حالا تو روش‌های مختلف که خدمتتون عرض میکنم میان یا به نوعی قفل میکنن توی سیستم، فریز میکنن، یا میبرن توی یه جایی اون رو هولد میکنن، نگه میدارن، یا بقیه روش‌های مختلفی میان چیکار میکنن؟ استیک میکنن اصطلاحاً. یعنی این پول رو نگه میدارن، این دارایی رو نگه میدارن و بابت این دارایی که دارن و بابت این کوینی که خرید کردن اجازه پیدا میکنن که بیان در تایید تراکنش ها و ایجاد بلوک های جدید نقش داشته باشن و بابت اون نقشی که ایفا میکنن میان چیکار میکنن؟ پاداش رو دریافت میکنن. پس در روش POS ما عملا سیستممون این نیست که یه دستگاهی رو بذاریم، یه ماینری رو بذاریم و بابت مصرف برقی که انجام میشه یا اتفاقی که داره میفته بیاد و پاداش رو دریافت کنه. در روش POS بابت پولی که شما میذاری، یعنی از پولت پول میسازی، پول رو میذاری، اون کوین رو میخری، اون کوین نقش چی رو پیدا میکنه؟ سهام یا توکن رو پیدا میکنه و با اون اصطلاحاً استیک میکنی. یعنی اون پول میره در تایید تراکنش ها، شما دخالت میکنی و پاداش رو دریافت میکنی که همون سود اون پولی که شما گذاشتید میشه. در روش POS ما مراحل مختلفی رو داریم. اولین مرحله چیه؟ تخصیص کوین به عنوان سهام. یعنی چی؟ یعنی شما اول میری اون استلار رو میخری، TRX تو میخری و این رو میای چیکار میکنی؟ اختصاص میدی برای بحث استیک کردن، یا قفل میشه یا حال اتفاقاتی که میفته که میبینیم. بعد که تخصیص دادین کوین رو به عنوان سهام، حالا میاد چیکار میکنی؟ در فرایند تایید بلاک ها شرکت میکنی. وقتی در تایید بلاک ها شرکت کردی و اون تایید شد و بلاکی که تمام اون نقل و انتقالات و تراکنش ها توش صحتش تایید شد، اون بلوک میاد به بلوک های قبلی اضافه میشه و در ساختار بلاک چینش قرار میگیره و بابت اضافه شدن اون بلوک
و بابت تایید تراکنش ها چه اتفاقی میفته؟ پاداشی رو شما دریافت میکنید. این پاداش همون پاداشی میشه یا سود پول شما یا پاداش استیک کردن شما میشه. حالا که ما فهمیدیم روش POS به چه صورت کار میکنه و چطور افراد میتونن از این طریق کسب درآمد بکنن، حالا باید بریم ببینیم که اصلا چرا روش POS رو ما استفاده کردیم. چی شد که از POW به سمت POS حرکت کردیم و مگه روش POW روش خوبی نبود؟ مگه نیومد و با رمزنگاریش و مسائلی که ایجاد کرد و با اون تابع-هشش خیلی از مشکلاتی که بابت تایید تراکنش ها داشتیم و استیبل کردن شبکه داشتیم و بالا بردن امنیت شبکه داشتیم رو حل کرد. واقعیتش اینه که چون روش POW داره از انرژی مصرف میکنه، از برق مصرف میکنه و این ساختار ممکنه به بحث آلاینده های جوی و محیط زیست ضربه وارد کنه و آلاینده های جوی رو بالا ببره. اتفاقی که افتاد، افراد و کسایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن و به نوعی توسعه‌گرهای این سیستم هستن به دنبال راهی بودن که بیان تایید تراکنش ها رو هم این هزینه هایی که برای محیط زیست داره رو کاهش بدن و از این مهمتر بیان سرعت تراکنش ها رو بالا ببرن. به علت مصرف انرژی و به علت اینکه شما دارید حل مسئله انجام میدید، عملاً سرعت تراکنش ها پایینه، زمان انجام تراکنش ها بالاست و هزینه کارمزدی که برای تراکنش ها دارید پرداخت میکنید به خاطر مصرف انرژی بالاست. در روش POS چون افراد بر اساس دارایی هاشون دارن این کار رو انجام میدن، عملاً سرعت تراکنش ها بالا میره، چون دارایی شما درگیره و شما دارید تایید و تکذیب میکنید اون صحت تراکنش ها رو. کارمزد هم به این صورت کاهش پیدا میکنه و مسائلی از جمله بحث مصرف انرژی، ایجاد افزایش آلاینده های جوی، صدمه و آسیب به محیط زیست وارد کردن و مسائلی از این دست به حداقل میرسه. چرا به محیط زیست آسیب میرسه؟ چون شما برای روش POW نیاز به مصرف برق داری. برای مصرف برق اگر بخوای از نیروگاه‌های سوخت‌های فسیلی استفاده کنی، داری گاز مصرف میکنی یا سوخت‌های فسیلی مصرف میکنی و این باعث میشه که به محیط زیست آسیب برسه. برای اینکه این مسئله حل بشه باید مصرف برق رو حذف کنی. برای اینکه بخوای مصرف برق رو حذف کنی باید از روش POW به سمت روش‌های دیگه بریم. ما در همونطوری که گفتم، ما در بحث تایید تراکنش‌ها روش‌های خیلی زیادی داریم امروزه و این روش‌ها همه دارن استفاده میشن تو کوین‌های مختلف، ولی کلاً دو روشی که بسیار مصطلحه تو تایید تراکنش و تعداد کوین‌های بیشتری رو در بر میگیره و سرمایه‌گذاری بهتری رو ایجاد میکنه، یکی روش POW و خرید تجهیزات و دستگاه هست و یکی هم روش POS یا استیکینگ و استفاده از دارایی خودتون برای سودسازی هستش. خب حالا ما میخوایم استیک بکنیم. چطور باید استیک بکنیم؟ در روش استیک و استیکینگ و استفاده از روش POS عملا چه اتفاقی برای شما میفته؟ شما برای اینکه بتونید استیک بکنید و یه پاداش درستی رو بگیرید و به صورت ثابت بتونید درآمدزایی بکنید، عین روش POW نیاز به چی دارید؟ استخر دارید یا پول دارید. این استخرها افراد مختلف، ما در روش POW گفتیم که دستگاه‌های مختلف میان به اینجا توی این سیستم و همدیگه متصل میشن، یک دستگاه قدرتمندتری رو ایجاد میکنن که بتونه توی تمام بلوک هایی که ایجاد میشه پاداش و درآمد خودش رو کسب بکنه و این درآمد بر اساس قدرت دستگاه بین اونها پخش میشد. این کار استخر بود در روش POW. کار استخر در روش استیکینگ هم مشابه همینه. شما بتونید در تایید تراکنش ها در هر بلوک مشارکت داشته باشید. هر چی مقدار پولتون بیشتر باشه، امکان اینکه برای تایید تراکنش ها کاندیدا بشید و انتخاب بشید بیشتره. تو اینجا دوستان بر اساس میزان دارایی که شما گذاشتید میان و در یک رأی‌گیری شرکت میکنید و کاندیدا میشن چند نفر و بر اساس اون ساختاری که داره در تایید تراکنش ها و تایید بلوک ها شما مشارکت میکنید و عملا بابت اون پاداش دریافت میکنید.
حالا اگر پول شما بیشتر و بیشتر بشه، امکان انتخابتون برای تایید تراکنش‌های بلوک بیشتر. بنابراین در استخر استیکینگ چه اتفاقی میفته؟ یک سری سایت ها به وجود اومدن، یک سری ساختارها به وجود اومدن که افراد میان پولهاشون رو در داخل این ساختار میذارن. این پول به یه عددی میرسه، بر اساس اون ساختار و عددی که رسید چه اتفاقی میفته؟ میان استیک میکنن و استیکینگ رو انجام میدن. این ساختار استخر استیکینگ هستش. حالا که ما فهمیدیم روش POS چیه، چه مراحلی داره، برای اینکه شما بتونید یک درآمد پایداری رو از این طریق ایجاد بکنید چی کار باید بکنید، میرسیم به بحث انواع روش‌های استیکینگ. انواع روش‌های استیکینگ شامل 3 روش کلیه. یکی بحث استیکینگ قفل شده یا لاک استیکینگ، یکی استیکینگ سرد یا کولد استیکینگ و یکی هم استیکینگ منعطف یا فلکسیبل استیکینگ. اینا تفاوتشون با هم چیه؟ تفاوت این ساختارا حالا من یه توضیح میدم، بعد میریم رو سایت دونه دونه اینها رو با هم دیگه میبینیم. استیکینگ قفل شده یا لاک استیکینگ، شما مثلا میرید وارد یک سری سایت ها میشید. این سایت ها مثل سایت صرافی ها، مثل صرافی بایننس و جاهای مختلف. اون کوین خاص رو میخرید، یه سری طرح‌ها وجود داره، اون کوین رو میبرید در داخل اون طرح‌ها و بابت استیکی که دارید انجام میدید اون کوین شما چی میشه؟ اونجا لاک میشه یا قفل میشه و در اون ساختارها میمونه. به این ساختار میگن استیکینگ قفل شده یا لاک استیکینگ. پس پول خودتون رو به مدت مشخصی که تو اون طرح گذاشته در اون طرح لاک میکنید یا فریز میکنید یا قفل میکنید و بابت اون مدت شما در پروسه استیکینگ شرکت میکنید و سودی رو دریافت میکنید یا پاداشی رو دریافت میکنید. به این میگن استیکینگ قفل شده. در استیکینگ سرد چیه؟ استیکینگ سرد میتونیم بگیم یه جورای زیر مجموعه استیکینگ قفل شده است با یه تفاوت. تو استیکینگ قفل شده شما معمولا از طریق سایت صرافی ها یا سایت هایی که برای استیکینگ تعریف شده میرید این کار رو انجام میدید. ولی در استیکینگ سرد شما نمیرید در پولتون رو ببرید در داخل یه صرافی یا ببرید توی سایت هایی و در طرحشون شرکت کنید، بلکه میارید توی والت خودتون. تو والت خودتون مثلا ارز ترون رو رفتید خرید کردید، میایید میذارید در داخل والت خودتون، از طریق والت خودتون میان و استیک رو انجام میدید. این استیکینگ سرد یا کل استیکینگ برای کسایی که پول زیادی دارن و حجم زیادی رفتن مثلا کوین TRX خریدن یا استلار خریدن یا کوین های مختلف دیگر رو خریدن مثل BNB و اینها. این افراد چون پول زیادی دارن بهتره این که پولشون توی والت خودشون باشه و خیالشون راحت باشه که بابت فریز شدن و اینها مسئله براشون پیدا نمیشه و وقتی که توی حساب خودشون تو والت خودشونه از اون طریق میان و استیکینگ رو انجام میدن و هم پول خودشون حفظ میشه و هم سودی روی پول خودشون اضافه میشه. سومین حالت استیکینگ منعطف یا فلکسیبل استیکینگ. این ساختار هم یه سری طرح‌هاست که در سایت‌های مختلف به خصوص صرافی‌ها و سایت‌های استیکینگ وجود داره و از اون طریق افراد دیگه پولشون فریز نیست. به خصوص استیکینگ منعطف یا فلکسیبل استیکینگ برای صرافی‌ها استفاده میشه. شما هم میتونید پولتون رو تبدیل به اون کوین خاص میکنید و در داخل طرح وارد میشید. هم میتونید از اون کوین استفاده کنید برای ترید کردن، هم همزمان اون پول وقتی در داخل طرح و ترید نمیشه میتونید برید و استیک بکنید و پاداشش دریافت کنید و سودی رو دریافت کنید. طبیعتاً فلکسیبل استیکینگ یا استیکینگ منعطف سودی که ایجاد میکنه و پاداشی که ایجاد میکنه نسبت به استیکینگ قفل شده و استیکینگ سرد کمتره، چون شما یه پولتون رو خارج میکنید، ترید میکنید، دوباره برمیگردونید و بابت این خارج شدن شما دیگه نمیتونید اون بخشی که خارج شده رو پاداشش رو یا سودش رو دریافت کنید. این هم انواع استیکینگ که میخواستم خدمتتون بگم و ببینیم که به چه صورت هستش و چطور باید کار بکنیم. خب میرسیم به ساختار تایید تراکنش در یکی از کوین های مشهور به نام اتریوم. اتریوم یکی از کوین هایی که از روش POW استفاده میکرد و طبق طرحی که داره علاوه بر POW قرار POS هم بهش اضافه بشه. این طرح قرار بود سال 2020 اواخر 2020 اضافه بشه که نشد. الان بحث اینه که تا چند ماه آینده روش POS در کنار POW قرار بگیره
و به عنوان روش مورد استفاده در تایید تراکنش‌های اتریوم ازش استفاده بشه. حالا که در مورد بحث تایید تراکنش‌ها در POS دونستیم و روش‌های مختلف استیکینگ رو دربارش دونستیم، درباره یکی از ارزهای مشهور به نام اتریوم میخوایم صحبت بکنیم. اتریوم جز ارزهاییه که تا به امروز از روش POW یا پروف آف ورک استفاده میکرد، ولی طبق نظری که تیم توسعه دهنده اتریوم داشت از روز اول هم این رو مطرح کردم و جز رودمپ یا نقشه راهشون بود، این بود که استیکینگ یا پروف آف استیک رو حتما در تایید تراکنشاش بیارن که سرعت تایید تراکنشاش بالا بره و بتونه با ارزهای حتی فیات و روش‌های تایید تراکنش در ارزهای فیات هم مثل مسترکارت و دبیت کارت و اینها به نوعی رقابت داشته باشه. اینجوری بود که ساختار اتریوم به دنبال این بود که روش POS که پروف آف استیک رو به نوعی توسعه بده و قرار بود سال 2020 اواسط 2020 این اتفاق بیفته که یه مقدار طولانی شد و هنوز ما منتظریم که POS هم در کنار POW برای تایید تراکنش‌ها استفاده بشه. چیزی که دوستان در تایید POS که تایید تراکنش به روش POS وجود داشت، دو تا مشکل بود که این دو تا مشکل رو تا حدی اتریوم و روش‌های مختلف اومدن حل کردن. یکی بحث طولانی بودن دان تایم یا زمان خارج شدن نود از دسترس بود که نود منظور اون بلوک ها از دسترس بود، و یکی هم بحث دابل ساینینگ. دابل ساینینگ یعنی چی؟ فرض کنید که دوستان ما بلوک 50 ایجاد شده و آخرین بلوک اون زنجیره بلوکی یا بلاک چین ماست. بلوک 51 میخواد ایجاد بشه. بلوک 51 دو حالت ایجاد میشه. گفتیم اول به صورت فرضی ایجاد میشه، تراکنش ها در داخل اون قرار میگیره و افراد، حالا اگر روش POW باشه دستگاه ها، و چون اینجا روش POS افراد میان شروع میکنن به تایید تراکنش ها. فرض کنیم که افراد بیان و برای تایید تراکنش هم بلوک 51 رو دو تا بلوک فرضی تشکیل بدن. توی یکی از بلوک های فرضی تراکنش های درست هست، توی یه بلوک فرضی تراکنش های غلط هست. افراد میان در هر دوتاشون دابل ساینینگ میکنن، یعنی ورود میکنن و عملا دنبال این هستن که ببینن کدومش، دنبال اصلش اینن که اون بلوک هایی که تراکنش های اشتباه توش هست، حالا به هر دلیلی دنبال جابجایی پول بیشترن، دنبال منافع بیشترن یا هر مسئله دیگه‌ای، دنبال اونن که اون بلوک بیاد و تایید بشه. میان اجماع میکنن، اون بلوک تایید میشه تا یه مسیری هم جلو میره. ولی برای اینکه پاداششون هم از دست ندن، بلوک اصلی رو هم تشکیل میدن و به این روش میگن دابل ساینینگ که به روش اسلشینگ یه روشیه برای جلوگیری از هم طولانی شدن بحث از دسترس بودن نودها، هم برای دابل ساینینگ یه روش اسلشینگ در POS ایجاد شد که جلو این داستان رو بگیره. ولی چون برای افراد هزینه ور نبود و کسایی که روش POS رو میان استفاده میکنن و خودشون تایید کننده تراکنش یا اصطلاحاً فورجر هستن، براشون به نوعی ضرری ایجاد نمیکرد، ممکن بود که این کار رو بکنن و عملا به این طریق بیان و اون تراکنش های اشتباه رو وارد ساختار بلاک چین بکنن. برای اینکه این اتفاق نیفته و این داستان مثل روش POW هزینه بر بشه، روش POW اینجوری بود که اگر یک دستگاه می اومد و یک بلوک فرضی رو ایجاد میکرد و دنبال تایید تراکنش های غلط در اون بود، دستگاه های دیگه طبیعتاً چون دنبال پول بودن و دارن انرژی مصرف میکنن، هزینه میکنن، میرفتن سراغ اون بلوکی که تراکنش های درست داره و همه رو اون اجماع میکردن، چون این داستان هزینه بسیار زیادی براشون ایجاد میکرد و امکان اینکه این بلوک به بلاک چین اضافه بشه چون امکانش محدود بود و درصدش پایین بود، هیچ وقت این کار نمیکردن. برای همین احتمال این اتفاق به نزدیک صفر میل میکرد. ولی در روش POS چون پولی از دست نمیدن تایید کننده‌های تراکنش، این روش هم میدن. حالا اگر این احتمالش کمه که این بلوک تایید بشه، ولی اگر تایید بشه
خب میان و اون تراکنش هایی که میخوان و اشتباه هست رو وارد سیستم میکنن و علاوه بر پاداش عملا یه سودهای دیگری رو هم میتونن کسب کنن. حالا اتریوم اومد چیکار کرد؟ اتریوم برای اینکه این مسئله رو حل کنه اومد یه روشی رو پیشنهاد داد که یه سیستمی ایجاد کرد به نام سیستم کسپر و یه روشی رو ایجاد کرد برای POS که این روش رو اومد و پیاده سازی کرد. بعداً کوین های دیگه مثل EOS و اینها هم اومدن و این روش رو توسعه دادن و ما الان POS خودش برنچ های مختلف داره مثل DPoS، RPoS و ساختارهای دیگه که برای پروف آف استیک ایجاد شد. حالا توی روش کسپر و روشی که اتریوم پیشنهاد داد چی بود؟ این بود که خب قسمت اول گفتیم آقا کوین رو باید بخری، تخصیص بدی این کوین رو برای سهام استیک کردن، حالا به هر روشی که مثل فلکسیبل استیکینگ، لاک استیکینگ یا کولد استیکینگ که حالا یا قفلش کنیم یا استفاده بکنیم و یه بخشش رو نگه داریم. وقتی که بعد بلوک‌های فردی مشخص میشد، بعد تایید میشد. خب بعد که تایید شد اون بلوک به بلوک‌های بعدی اضافه میشد و پاداشی داده میشد. تا اینجاش مشابه چیه؟ مشابه روش POS. خب حالا تفاوتش کجاست دوستان؟ قسمت آخره. در صورت تخلف اگر فورجرهایی به دنبال این باشن که دابل ساینینگ بکنن و بیان دنبال تایید تراکنش‌های اشتباه باشن برای کسب سود بیشتر از روش‌های دیگه. گفت چی؟ گفت آقا مگه فورجرها پولشون رو نمیذارن؟ مگه لاک نمیکنن؟ مگه فریز نمیشه؟ اگر مشخص بشه که اینها دنبال تایید تراکنش‌های غلط بودن و دنبال این بودن که بلوک‌هایی با تراکنش‌های اشتباه رو در داخل ساختار بلاکچین اضافه بکنن، اون موقع ما چیکار میکنیم؟ این تخلف شناسایی بشه، کل سهامی که این افراد برای این کار تخصیص دادن رو ما ضبط میکنیم. پس برای این کار اومد چیکار کرد؟ یه جریمه در نظر گرفت. این جریمه باعث میشه که دیگه فورجرها یا تایید کننده های تراکنش نیان به این سمت که دنبال انجام تخلف باشن. پس در ساختار تایید تراکنش در POS و سیستم کسپری که اتریوم پیشنهاد داد و امروزه در کوین های مختلف و در ساختارهای مختلف داره استفاده میشه، عملاً در صورت تخلف اومدن چیکار کردن؟ در صورت تخلف گفتن آقا ما میایم و اون کل پولی که بابت اون سهام شما نگه داشتید یا اون کوین رو خریدید همه رو چیکار میکنیم؟ ضبط میکنیم و این میشه جریمه تخلف شما. پس سیستم کسپر اومد به این روش ساختار POS رو قوی تر کرد، امن‌تر کرد و مشکلاتی که تو این سیستم وجود داشت رو تا حد زیادی حل کرد. خب ما تا اینجا روش ها رو دیدیم، صحبت کردیم دربارش. حالا میخوایم بریم تو داخل سایت ببینیم که POS رو و استیکینگ رو از چه طریق میتونیم انجام بدیم. ما برای مثال چون توی قسمت تریدینگ هم بایننس رو باز کردیم، میریم توی صرافی بایننس، تو اون صرافی ببینیم که استیکینگ به چه صورت انجام میشه و اون استخر استیکینگ که تشکیل شده در یکی از صرافی‌های معتبر مثل بایننس چطوری بوده و چطور میتونید شما توشون سرمایه گذاری کنید و استیک رو انجام بدید.